با سلام خدمت همه دوستان همراهان وارش اسپورت هواداران داماش با قسمت دیگه ای از وارش تاک در خدمت شما هستیم. این برنامه مختص بازی بعد بازی با خیبر خرما، در حالت بازی که چه عرض کنم، بازی که اصلا عملا انجام نشد، 5 دقیقهش انجام شد و ما بقیه صحبت ها رو علیرضا شروع. منم سلام میکنم خدمت شما مخاطبین خوب وارش اسپورت. اینکه امروز حالا حس خوبی هم واقعا نداریم، دلیلش رو شما احتمالاً بهتر میدونید، به خاطر اتفاقاتیه که توی بازی قبلی یا میشه گفت همون 5 دقیقه بازی قبل اتفاق افتاد. هرچند که ما از قبل از برنامه با هم هماهنگ کردیم که سعی کنیم که این حس بدمون رو حداقل به شما انتقال ندیم. سعی میکنیم که از این حس و حال کم کم خارج آره بشیم. دقیقا، الان درسته مثلا قبل اینم 2 تا بازی رو باخته بودیم، ولی تو هیچ کدوم از برنامه قبلی من اینقدر مودم خراب نبود که امروز مودم خراب. حالا واقعا. امیدواریم که حس بهتری داشته باشیم. امروز 2 تا بحث همیشگی 3 تا بحث همیشگی که تو وارشتالکا داشتیم نداریم. یکی تبریک. اینکه بحث فنی بازی قبل نداریم، میهمان برنامه نداریم و در مورد بازی آینده هم واقعا از الان نمیتونیم اظهار نظر کنیم، چون هیچ که معلوم نیست. با توجه به حکم عجیب غریب و اتوبوسی که برای داماش اومده اصلا معلوم نیست بازی بعدی بازیکن داشته باشیم نداشته باشیم، کیو بازی میکنن. در نتیجه اصلا واقعا هیچ تحلیل فنی نمیشه داشت. به هر حال برسیم به بازی قبل. علی جان، من کلیپ بازی قبل رو آماده کردم و اینجا ما این کلیپ رو داریم و روی صحنه‌های بازی بیایم صحبت کنیم که چه اتفاقاتی افتاد، چی شد و ببین علیرضا، جان. یعنی یه حالت عادی بخوام حالا بگیم، من تصویر رو میارم که روی همین بخوایم صحبت کنیم. اگه تصمیم میخواست به درستی اعمال بشه، من فکر کنم همون نتیجه‌ای که پیش بینی می‌کردم میشد. تیم صحنه اصلا تیمشون احتمالاً 10 نفره میشد. پنالتی احتمالش زیاد بود که گل بشه و اصلا روند بازی کلا تغییر میکرد. من حالا میگم در بدترین حالت مساوی میکردن آره. و واقعا میتونست پیش یه بینیت داشت درست آره میشد دیگه، اولش آره به گل داشتیم میرسیدیم. آره اصلا میتونست یه آغازی باشه واسه تحول فصل داماش آره. بعد از 3 تا بازی که نتیجه مورد نظر رو نگرفت. و ببین، این 2 تا فرضیه وجود ببین داره. بازی، خب حالا علی قبل از اینکه صحبت رو ادامه بدیم، از اولش اصلا با حاشیه شروع شد دیگه. حالا جدا از بحث اتفاقات توی زمین، دیدیم از شب قبل از بازی عکس اومد بیرون، روی اون اسم اسپانسر برچسب خورده بود. حالا کار نداریم ما وارد این بحث دعوای مالکیتی نمیخوایم بشیم، ولی اصلا اینکه برچسب بزنی روی لباست بیای توی میدون خودش حاشیه است. کاش همه میتونستن مثل آدم بزرگ رفتار کنن. خب میگفتیم. ببین، در مورد این صحنه خب طبیعتا 2 تا فرضیه وجود داره دیگه. البته من از اولم بزنم که ببین چیز کنیم، از اول روش صحبت کنیم. ببین 99% باید پنالتی می بود. یعنی اصلا اون 1% هم اصلا نباید، مثلا 1% شاید باید بگیم 1/1000% میخوایم بگیم آره. اول که پنالتیه. خب اصلا مشخصه اومده که پا رو پارم بزنه تو. زده، آره جای دیگه. زخمش هم آره مونده اگه و آره. نمیزد دیگه اصلا چطوری خطر زخم میشد، شده اون پاش؟ میرفت جا میذاشتش تمام بود. باید میزدش، علامت زخمش هم به قولت هست. ببین اگه اون 1/1000% هم حالا بخوایم بگیم، نمیگیم پنالتی نبود، میگیم داور ندید، آها دارم میگم تشخیصش نبود. 1/1000% هم اگه پنالتی نبود، خب طبیعتا اگه پا رو نزده توپو زده، چرا کورنر نگرفت؟ حالا من میدونی حالت بعدی که میخوام بگم چیه؟ میگم خب اوکی، توپم نزده، اوکی، امم. پا هم نزده. خب خب در این حالت آقای داور عزیز و دوست داشتنی، چرا به بازیکن ما به دلیل تمارض کارت ندادی؟ همین بود. این خیلی اصلا ببین، اومد یه کاری رو انجام بده اینجا خودش. خودشون هم حالا شبکه آره، خودشون اومد یه کاری رو انجام بده خودش توش موند. اونورم دیگه بلافاصله ماشاءالله موقعیت رفت، گل شد دیگه. ببین سر اونم حالا یه چیزم بگم حالا این نکته هم بگم، ما توی همین صفحه اینستاگرام و یوتیوبمون این صحنه رو از جلو هم گذاشتم، اونجا رو ببینید کامل اعصاب آدم واضحه. خراب میشه اصلا از اینا. اصلا خیلی مسخره است. آره. اینجا دقیقا بس حالا تا اینجا صحبتی که کردیم این بود که
اینجا یا باید پنالتی میشد گل میشد دیگه. یا دیگه بعد اگه خطای ببین توپ نگاه کن دادی. توپم کاملا منحرف میشه. حالا توی صحنه نگاه خب پای یکی خورده دیگه بالاخره. یا پا رو زده یا توپو زده دیگه ضربه دروازه چیه که اونور بره گل بشه. بعد چرا موقع گل داور چهارم تو زمینه؟ میگم یه حالت سومی هم هست دیگه، مثلا بازیکن ما دیوانه است، معذرت میخوام، توپ رو برای خودش داره میخواد بزنه تو کورنر توی اوت، بعد خودش هم همزمان بندازه به جای اینکه بزنه تو گل. خودش هم داره تک به تک میشه. خب اونقدر احمق خودش رو بندازه زمین. حالا به فرضم که اینطوری هست، خب نباید کارت بگیره. بس این نشون میده که قضیه بوداره کاملا. اصلا خودش لازم نفهمید چیکار کرد. الان من برم پنالتی بگیرم، خب بازی اونطوری که من نتیجه میخوام بیام در نمیاد احتمال. یه مسابقه کرد از دقیقه 5 چرا اینطوری شد. خب آقا چه فرقی داره از دقیقه ثانیه 30 بازی دقیقه 90 انجام بده. تو داور نیستی، تو باید چه اتفاقی تو بازی میفته تصمیم اینم بعد شد دقیقه‌شو چیکار داشت ثانیه 5 پنالتی. حالا جالب میشه تو این مسابقه‌ای که این آدم کرده، بعد گفته من به صحنه نزدیک بودم و برسیم به این. برو تو صحنه رو ببین. صحنه‌ای که نزدیک بودن. چقدر نزدیک بود. بذار ببینم. این داور بود. تو کادرم الان نیست. نیستن داور شما. کجای داور؟ این وسط زمینه. وسط زمینه. آخه از اونجا تو نزدیکی؟ کجایی؟ داور کو؟ از کجا داره میدوه؟ نگاه کن. من باشم دوباره ببینیم. نزدیکی تو الان. تو نزدیکی اصلا این خودش اصلا مشکله. چرا باید یه تیم به خاطر آماتور بودن داور بخواد ضربه بخوره؟ حتی اگه بخوایم بگیم این غرض ورزانه بود که به نظر غرض ورزانه هم بود، تو چرا باید اونجا باشه؟ حالا بحثی که دوباره پیش میاد اینه که قضاوت اشتباه کردی، آمدانه یا سهوی یا هر چی، وارد این قسمتش نمیشیم. خب بازی حالا که اینجا جنجالی شده، بازیکن‌ها دارن اعتراض میکنن، کادر داره اعتراض میکنه، چرا بازی رو ادامه میدی در صورتی که داور چهارم خودت هم توی زمینه؟ الان اینجا رو نگاه کن، اینجا رو ببین، جای داور چهارم رو نگاه کن. الان بازی دروازه‌بان خیبر داره شروع میکنه، میسود زده که بازی شروع شه. جای داور چهارم رو نگاه کن پایین سمت راست تو زمین چیکار میکنه که همین بازیکنمون نگاه کن عقب افتاده، کسی که باید توی کار دفاعی به ما کمک کنه و اینجا منجر به گل میشه. من یه چیزو میدونم، این که مثلا یه سری واقعا قوانین اصلی فوتبال مثلا داخل یه بازی نقض بشه، عملا باهاتون بازی تکرار بشه. من اینو میدونم. آره اصلا نه، اصلا با داور چهارم تو زمین باشه اصلا بازی نباید ادامه پیدا کنه. نمیتونه داخل زمین باشه. این اتفاق عجیب و غریبیه که به هر حال تو این بازی افتاد. حالا جالب، حتما دیگه خودت هم که میدونی، مخاطبامون هم دیدن قضیه رو. همین داور ما توی پیجمون هم کار کردیم، برای همین تیم خیبر یک سری پنالتی ها و صحنه‌های سوتای عجیب غریبی زده. ببین حالا این چیز از صورت ما برد نمیدونم چی بود. دیسلایک چرا گرفتی؟ خب هر کی بود دیسلایک به خودش. ببین از کجا میاد؟ ما که لایو نیستیم. سیستم. خب داشتم میگفتم. آره. دیسلایک پرید تو حال. آره. آقا نه ادامه بدیم. قطع کنیم. آخه دیگه اصلا چی شد واقعا؟ یو نگاه کن داوره بعد بحث فصل پیش فصل پیش بود. بعد حالا فصل پیش با چه تیمای بازی داشت؟ بعد بازی رو نگه داشتی. خب اوکی نگه داشتی. بعد این مدیر عامل سرپرست کیه خیبره؟ اون توی اتاق داورا چیکار میکنه؟ حواستون بازی بعد همه اینا به کنار کی شما فرصت کردین جلسه انضباطی تشکیل بدید که شب حکمش میاد؟ صحرای حکم دادن لعنتی تو جبهه یکی خیانت میگه اینقدر سریع حکم میداد. چطوری چنین چیزی ممکنه؟ بعد جالب میشه تو این بعد حالا نمیدونم رسانه‌ها رو تسمیه کردن یا رسانه‌ها دنبال جو دادنن. اول اومدن گفتن کتک کاری و مشت زدن به داور. بعد دوباره داور اومد مصاحبه کرده گفته نه صورتم ناخون خورده خش افتاده. یه سوالی دارم، خیلی اینطور نمایشی خب یه مشت بده تو صورت اینجا. من جوری میتونم مثلا مشتم ناخون بندازه اینجوری
سنگار دارن شعار میدن بزن منو الان بزن. اینجوری یا ناخونم اینجا چطوری الان میزنم اینجا؟ ناخون اینجاست مگر اینکه میگم شعاری باشه مرگ بر فلانی اینطوری یه دونه ناخونم نهایتا بیاد کی اینطوری مشت میزنه؟ اینجوری میزنه انگشت خودش باید بشکنه که اینجوری مشت بزنه. اینجوری آدم مشت میزنه اینجوری. چی میگی آقای داور؟ چی میگی؟ فازت چیه مرد؟ بعد اگه اسمتو بشه مرد گذاشت بعد یا همه این اتفاقا افتاده مورد 13 تا کادر و بازیکن ما رو محروم کردن. اصلا میشه ببین من یه چیزم بگم و یکم در مورد خودمونم بگم. خب آقا وقتی اعتراض داره میشه من اصلا کاملا محق میدونم این واکنش ها و اینا طبیعیه ولی یه نفر اونجا باشه که دیگه بازیکن نیاز نیست بره وسط زمین اینو رو راست باشیم. آره خب اصلا تیم تدارکات داره سرپرست داره فلان بازیکن ذخیره بازیکن چرا باید بره خودش به خطر بره؟ ببین ما درست داریم میگیم داور چهارم نمیدونم تو زمین بود هر چی هر اتفاقی افتاد. من پوریام که اینجا بود سر بازی بهش گفتم من یاد اون صحنه گل خوردن تیم ملی ایران مقابل ژاپن افتادم. حالا اوکی هر اتفاقی افتاده تو بازیکن حرفه‌ای هستی 2 فردای دیگه قراره بری لیگ برتر بازی کنی. این درست نیست. اصلا نه این اصلا حالا به هر دلیلی باشه ببین ممکنه دیگه وضع فوتبال رو که سرتون رو دارن میبرن ناداوریه حالا هر چی که هست. آره وضع که داریم میبینیم نمیگم آخر فصل نیست که بخوان آخر فصل یه حکم بدن فلان کسی محروم کنه آقا من دیگه اصلا فصل بعد یه جای دیگه هم یا اصلا فصل بعد دیگه فوتبال بازی نمی‌کنم. آره اول فصلیم اینا که ببین حکم دادنشون چه جوریه شرایط تیمم میدونید این همه مصدوم داریم. نه واقعا بخواد الان این حکم 13 نفر تایید بشه ما یک شنبه باید با کیا بازی کنیم کی چه ترکیبی هر چی دیگه کیو داریم فکر کنم دروازه‌بان مثلا سوممون باید بره احتمالاً مثلا نقش مدافع بازی کنه یه چنین چیزی دیگه احتمالاً یه نفر باید بزرگتر اونجا باشه اینو کنترل کنه. من اصلا کاملا درک میکنم اصلا من آدم خودش داشت میدید آدم هرس و جوش میگرفت طبیعیه ولی باید یکی باشه بازیکن‌ها اینجا مواقع کنترل کنه. بازیکن نیاز بره وسط زمین. اگه می‌خوایم وسط زمین برین کسای دیگر رو بفرستین که ما خودمون میدونیم کیا تو این کار مناسبن. اصلا هیچ وقت توصیه نمی‌کنم این کارو بکنین ولی اگر بنا به درگیری هست شما نباید درگیر بشید. دقیقاً. حالا پارسال هم که میگن همین داور بازی هم با شمس آذر و هم با داور بود آره پر سابقه ایه به لحاظ خب رسانه‌ای اصلا اونقدر اونجوری چیز نبودن هوادار این چیزا نشدن بخوام پیگیر باشن مثلا میگن چرا اینقدر سرمون بریده شد و این چیزا. حالا آخرش هم که یکی از اون تیم‌ها صعود کرد لیگ برتر اصلا کلا به هیچ چیزی نرسید ولی طبیعتا این داستان به خاطر طرفدار زیادی که داماش داره بیشتر بولد شده. خب اینا انتظارش هم نداشتم به این صورت. من یه سوالی الان پیش میاد نمیدونم شما اگه در جریان هستی در موردش نظر بده. میگم با فرض بر اینکه این کمیته داوران واقعا یک فسادی توش باشه فرض محال که محال نیست خب میگم با چنین فرضی آیا مرجعی داریم برای پیگیری این قضیه واقعا؟ یعنی ما تصور کنید که با یک کمیته داوران یا یک کمیته اخلاق فاسد مواجهیم آیا مرجعی داریم؟ چون با توجه اینکه فوتبال به هر حال دولتی هم نیست دولتی و حکومتی نیست توی جای دنیا مرجعش بالا دستیش میشه AFC و فیفا فکر می‌کنم. AFC و فیفا من انتظاری که به شخصه عنوان هوادار دارم اینه که گزارش‌های این اتفاقات حداقلش به صورت نامه‌نگاری به دست AFC و فیفا برسه. ببین AFC و فیفا دنبال مدرک ما نمیتونیم بر اساس چیزی که میدونیم ببین چیزی که مشخصه عیانه. خب خیلی چیزا عیانه ولی ما مدرکی در قبالشون نداریم. خب وقتی مدرکی نداشته باشیم خب نمیتونیم ثابت کنیم که حالا اینقدر در سراسر دنیا اشتباهات و به مدرک نداریم خب ولی یه سری چیزا رو میشه مثلا دیگه هست وقتی یک داور مشخص میاد برای یک تیم خاص به صورت پیاپی یک عمل خاصی رو تکرار میکنه ولی یه خودش دیگه فکر نکنم مثلا من به نظرم حداقل نمیگم حتما باید مدرک ارائه بدیم. من نظر من اینه که حداقل یک نامه‌نگاری با AFC و فیفا صورت بگیره. از داخل که به هیچ عنوان هیچ امیدی نمیشه داشت کلا هم مرتبطه ولی خب میگم این باید خیلی به نظرم گسترده تر از اون باشه که بخوایم. جواد خیابانی هم یه چیزایی گفت دیگه اینکه آره ببین
حالا نمیدونم این کار- در جریان بود یا همینجوری ببین گفته. این کاریه که من خودم از خودم یکی انجام بده، قشنگ با مستندات و مدارک و این چیزا قشنگ خیلی چیزا عیان بشه. آره فساد مثلا احتمالی رو این کنه. که مثلا خیلی تیمایی که داخل لیگ برتر به ظاهر خصوصی ولی نیستن، خیلی خیلی چیزای دیگر میشه پیگیری کرد. حالا من به خصوص در مورد همین داوری حالا دارم میگم. حالا داوری هم آره. آره یه نفر باید باشه براش وقت. یا مثلا میگم حداقل میگم حداقلش فکر میکنم AFC و فیفا بتونن در خصوص VAR مثلا فشار بیارن. حداقلش. حالا که صحبت درستی تو مقالات هم کردی که VAR هم بیاد. ما باید بریم بگیم اون داور که تو VAR نشسته چی رو ندیده. آره واقعا دیگه. ببین اینا درد ما الان بعضی چیزا رو با پوزخند میگن. آره خورده است. آره. دوستان دارن اشاره میکنن گویا یه مطلبی مثل این که اومده. چه مطلب؟ بفرستن بریم. خود همون دستگاه رو بدیم من ممنون میشم. مرسی. شما هم بخون. ناصر زحمتکش مالک باشگاه. ببین اتفاقات بازی داماش خیبر خورم 20% از قرارداد کلی عوامل باشگاه حاضر در خلال کسر شد. 20% از قرارداد کسر شد به خاطر اینکه اتفاقات رخ داده در خرم‌آباد زیبنده نبود. اظهار داشت 20% از قرارداد کلی عوامل حاضر در خرم‌آباد کسر می‌شود. مالک باشگاه داماش با اشاره به اینکه اتفاقات بازی با خیبر خرم‌آباد زیبنده بود، بنده کوتاه‌ترین زمان به مسائل بازی خیبر با داماش رسیدگی کردم. با اشاره به اینکه فرهنگ مردم گیلان بسیار بالا است، عنوان داشت بابت حاشیه‌های رخ داده از همگان عذرخواهی می‌کنم. مالک شد الان عوامل باشگاه داماش نباید با آن شکل نسبت به داور اعتراض کنند. این خودزنیامون هم که به هر حال یاد چی افتادم؟ خود میدونی یاد چی افتاد. بلش. ببین یعنی ما اینجا خودمون رو داریم تیکه پاره میکنیم. در مورد فساد داریم صحبت میکنیم، در مورد اتفاقات رخ داده داریم صحبت میکنیم، ضربه و نمیدونم ناخن خوردن و فلان رو داریم شبیه سازی میکنیم. باشگاه خودمون میاد اعلام معذرت خواهی میکنه. ما هرس کیو داریم میکنیم. به این استراحت بگیر. استراحت یه تک بگیریم بریم موزیبت فلش. بازیبت با دریای تیم مورد علاقت کاسپیان بابل فکرم خراب. یعنی چی مطلب؟ شما سر ما رو بریدی، پنالتی ما رو نگرفتی، بازی رو نیمه تمام واسه خود ول کردی، ما ازت عذرخواهی میکنیم. شو عذرخواهی چه برای چی؟ مثلا من خیلی با فرهنگم. ول کن آقا. من با فرهنگم به خاطر کاری که با من کردی ازت عذرخواهی میکنم. هیچی اصلا. دریای کاسپیان بابل قرار بیاد عزودی رشت باش بازی کنیم با اسکوادی که معلوم نیست کیا هستن. چی بگم آقا بزنن هوادار و رسانه و همه چی اونم چیز کنن، محروم کنن، خودمونم راحت شیم. بریم سراغ زندگیمون خود. واقعا حالا دیگه دریای کاسپیان بابل. دریای کاسپیان ببین تیمیه که خیلی حاشیه داشته، بازیاش هم باخته اکثرا، خونم میبازه. داماش اگر داماش باشه خب میتونه ببرش، ولی حالا اون بازیکن مصدوممون که جای خود عملا اگر این فهرست محرومیت ها درست باشه اولا بازیکنی نداریم. حالا امیدوارم حداقل کاری که میتونه صورت بگیره این باشه که این روال رو جوری پیش ببرن که اگر محرومیتی هم قراره باشه، حالا زمانی که حکم قطعیش اومد این اتفاق بیفته، که اون زمان حداقل 4 تا بازیکن داشته باشیم. ببین علیرضا اصلا چیز نیست آخه. ببین کسی حالا صرفا به خاطر اینکه به خاطر یه تصمیمی وارد زمین میشه خب محرومش نمیکنن که حالا اعتراض بود و این چیزا. حالا حرف از مثلا برخورد فیزیکی شد، واقعا من کدوم آخه برخورد؟ ببین من دیدم سایت ها ویدیو رو گذاشتن، عکس گذاشتن، متن گذاشت، کدوم برخورد فیزیکی؟
خب برخورد بعد این فیزیکی چرا میره معذرت خواهی از چی معذرت خواهی میکنه؟ از اینکه همین شلوغ شد زمین معذرت خواهی باشه. یکی بیاد حقتو بخوره نابودت کنه بعدن تو میری ازش عذرخواهی میکنی آخه چجوریه؟ ببین اوکی ها مثلا باشه شلوغ شد اوکی خب باشه ما عذرخواهی میکنیم دیگه چی؟ همین اتفاقا لیگ بعد آخه یه برتر مطلب دیگه هم دیشب منتشر کرد گفت نمیدونم ناخن خورده تو صورتش نمیدونم فلان بسیار. گوشی علی زنگ خورد رفت سایلنت کرد اومد. به خاطر همین مجبور شدیم کات بزنیم. کجا بودیم؟ در مورد عذرخواهی. آره عذرخواهی. در مورد بازی بعد صحبتی داری؟ اگه نفراتمون برسه میبریم. دوستانی که اینجا هستید بازی بعد چی میشه؟ بازیکنان میرسن و میبریم؟ پیش بینیتون دوستان. حمایتی دارم نمیبینم که اصلا بازیکن‌ها بتونن برسن. شما دوست عزیز میبریم؟ میفهمید که میبریم. دوست عزیز کجاست میبریم به نظر اگه بازیکن‌ها حالا برسن دیگه باید دیگه بازی که باید ببریم دیگه. برسن که صحبت چیزا هست دیگه. ولی واقعا جو تیم به هم خورده اصلا. یه چیزا در این مورد بگم. حالا نظر عجیب غریبی ممکنه باشه یعنی ممکنه که هوادارا جور دیگه ای برداشت کنن یا مثلا کادر فنیمون یا بازیکنامون جور دیگه ای برداشت کنن از این حرف من. ولی کل این اتفاقی که افتاد رو بذار در حالتی که مثلا داماش میباخت. من میگم الان فشار خیلی کمتری روی بازیکن‌ها و کادر فنی میتونه باشه. از این جهت که حالا هر اتفاقی که افتاد دلیلش بازیکن‌ها و کادر فنی تقریبا میشه گفت نبوده. یعنی بار فنی حداقل نداشته این اتفاقی که افتاد. و تو اون 5 6 دقیقه هم داماش خوب بازی کرده. در نتیجه من احساس میکنم که این فشاره چه بسا که کمتر هم باشه به بازیکن‌ها کادر فنی. فعلا ذهن‌ها سمت دیگه منحرف شد. حالا من امیدوارم که حالا تا یک شنبه هنوز خیلی مونده. من فکر میکنم تا اون موقع شاید از این جو بتونیم خارج بشیم. فقط این بازی بگذره دیگه این حکما لغو بشه. واقعا ما با کی می‌خوایم اثر نداره. من احساس میکنم حکم حالا خیلی بزرگنمایی کردن. شاید هم قرار رو به جلو بوده من احساس میکنم. آره این عذرخواهی بی خود انجام دادن که مثلا یه امتیازی. آخه من فکر نمی کنم اینطوری باشه. یعنی من احساس میکنم که ببین ولی واقعا میگم این روش 3 امتیاز گرفتن به درد لای جرز دیوارم نمیخوره. حالا تا قبل اینم جفتمون از تیم خیبر دل خوشی نداشتیم. نه گفتمون اصلا کدوم که هوادارا دل خوشی از خیبر داشتن. واقعا الان به یه درجه دیگه از منفور بودن رسیده. من هیچ عذرخواهی هم باهات این حرفم نمی‌کنم. هر برداشتی هم دارم دلتون میخواد بکنین. اصلا به مردم لرستانش ایرادی نمیگم. این تیم واقعا نه ما تو برنامه زنده گفتیم دمشون گرم مردم لرستان خوش به حالشون که چنین مسئولینی دارن. بعد اینم بگم در مورد گزارشگر بازی. ببین ما الان مثلا چند باری با سید علی هنگام گزارش لایو و اینا بودیم بالا. حالا خیلی اوقات همینجوری گزارش شدیم. ببین ما وبسایت هواداری هستیم. خب طبیعتا خب گزارش رو یه جوری انجام بدیم که به سمت هواداری کردن بره، چون بیشتر مخاطبین اون هوادارا هستن. هیچ ایرادی نداره از لحاظ من. ولی حالا مثلا داخل پرانتز چیز بگم بازی‌هایی هم اتفاقا بوده مثلا تیم حریف گزارشگر نداشته یا اصلا جایی داشته برنامه‌شون بخش نمی‌شده. آره من خواهش کردم باهاشون تعامل کردیم که ما جوری گزارش کنیم که حالا مثلا درصد هواداره اونا هم به هر حال ببین ناراحت نشن. آره به اونام لذت ببرن از آره بازی. حالا اینکه اون شبکه درست استانیه ولی باز برای همه میتونن ببینن. بازم میگم داره برای مردم شهر که هست برای صدا و سیمای کشور دیگه. صدا و سیمای ملیه. حالا استانی هست غیر استانیه. بازم من میگم داره به نفع بینندگان بیشتری که تو استانش هستن گزارش میکنه. بازم میگم ایراد نداره. ولی اینکه دیگه چشمت روی حقیقت ببندی. آخه ببین من اگه خودم به عنوان گزارشگر باشم میدونم سید علی هم اینجوری است. اگه این صحنه رو واقعا دیدیم به نظر اون خطایی میگیم به نظر ممکنه خطا باشه مشکوک صحنه باید ببینیم خب داور نظرش چیه. تو نمیتونی واسه خودت بیای صحنه رو ببینی خب بازیکن خودش رو پرت کرد. پس کجا میری؟ تو کارشناس داوری هستی یا گزارشگر بازی؟ داریم از این مدل زیاد داریم توی
شیراز هم گزارشگرشون رو دیدیم. هواداری میخوای بکنی، هوادارانه میخوای گزارشگری بکنی، بکن، اصلا هیچ ایرادی نره، اصلا ما میبخشیم. اینقدر تو همه استانا تو لیگ برترش هم دیدیم ایراد نره. رو حقیقت و لابوشونی نکن. اگه در مورد چیزی اطلاع نری حرف نزن. چی بگیم؟ هیچی، واقعا صحبتی نمیمونه. زیادم نیازی نیست برنامه رو طول بدیم به این دلیل که واقعا محتوایی هم نداره، صرفاً کلش اعصاب خوردیه. حالا این نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم که هر اطلاعات تکمیلی در مورد حالا احکام احتمالی که بیاد رو حتما توی سایت و اینستاگرام و کانال تلگرامی وارش اسپورت منتشر خواهیم کرد و شما رو مطلع خواهیم کرد که به هر حال چه اتفاقی خواهد افتاد. بازی هم بخواد یک شنبه برگزار بشه، اگر برگزار بشه، یعنی واقعا به مرحله رسیدیم که باید بگیم اگر برگزار بشه. اگر برگزار بشه حتما ما براتون پخش خواهیم کرد، یعنی سعی می‌کنیم بریم استادیوم از همونجا پخش کنیم. البته تصویرمون یه خورده لرزش خواهد داشت که اونو هنوز فکری نتونستیم بالش بکنیم، ولی سعی می‌کنیم به هر حال لرزش رو کمتر کنیم. نظرم که خیلی نظرات به هر حال تند و تیزی اومده این روزا، به حق هوادارا عصبانی هستن از اتفاقات داوری که رخ داده. ما عصبانیم دیگه، اون چی میشه؟ آره، انتقاداتی داشتن به مسئولین شهری و استانی گیلان و رشت. آقا شما دارید چیکار میکنید؟ اگه مسئولین لرستانی و خرم‌آبادی میتونن کاری کنن چرا شما نمیتونید؟ منفعت نداره. به هر حال حالا یه چیز جالب نوشتن بازی آژاکس ممکنه ادامهش برگزار بشه مثلا در اون حد که ورزشکارا آتش کشیدن. حالا این چیزی که من اطلاعی ندارم ازش. چرا باید 3 امتیاز مفت از جنگ خیبر در بیارن؟ این حرفا چی؟ الان دیگه حرف حدیثایی بود که ممکنه بازی ادامهش برگزار بشه. بازی شروع نشده بود که بخوام بازی رو قطع کنن. آره 5 دقیقه چی بود؟ 5 6 دقیقه. حالا نمیدونم این که مثلا حالا تیم دوباره هزینه کنه بره، نمیدونم واقعا. حالا هرچی هست تو همین روزا به هر حال مشخص میشه. ما اطلاع رسانی خواهیم کرد. کامنت خاصی هم نیومده در مورد مطلب اخیر. 7 8 تا کامنت هست، میتونید توی اینستاگرام بخونید، ولی مطالب قبلی خب کامنت ها خیلی بیشترن و همین. واقعا هیچ صحبت دیگه ای نداریم جز اعصاب خوردی. ببخشید این اعصاب خوردی خودمون رو به شما هم انتقال دادیم، هرچند که میدونم که شما هم زیاد وضعیت بهتری ندارید. امروز هم برخلاف حالا برنامه‌های قبلی دیگه تماس تلفنی هم نداریم. تماس تلفنی حضوری نداریم دیگه، اصلا حرفی دل و دماغش هم نداریم. آره حرفی نمونه بزنیم دیگه. این مصاحبه اخیرم که خوندیم کلا آب سردی بود ریخت. ما عذرخواهی میکنیم از آره ما هم از شما عذرخواهی میکنیم، از مردم لرستان، تیم خرم‌آباد، فدراسیون، آقای داور. ببخشید که سر ما رو بریدیم. آره بذاره ببخشید مقاومت کردیم، باید زودتر قطع میشد. ببخشید بازیکن اون تک به تک شد. آره اصلا پیش اومد. خیلی چه کاریه واقعا، شما باید اینجوری بیان گل بزنید. آره ببخشید پای زاید تبار زخمی شد، عذرخواهی میکنیم واقعا. لرستان فوتبال داره. آره دیگه امتیاز ما رو گرفت. داره دیگه سوسماز یه دونه برد نمیدونن 20 سال پیش تو جام حذفی مقابل پرسپولیس زن خیبر و ترا، افتخارش همون بود. بیام ما اسم تیممون رو عوض کنیم، بذاریم خندق بکنم کلا. من دیگه نمیخوام یا بذاریم شهدای داماش. حالا شرط بندی که درست نیست خب، ولی بیا یه چیزی رو هم بندازیم از اینطوری. خب من میگم که بازی بعدی خیبر توی رشت، اون بازی ما بدون تماشاگریم، بنا به دلیل شروع میشه. ما که هستیم ما که هستیم. یعنی بازی که خیبر توی رشته این فصل دوم ما بدون تماشاگریم، دلیلش رو پیدا میکنن خودشون. علی ما که هستیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. ممنون که ناله‌های ما رو شنید. خدا نگهدار.